ویروس اومیکرون چی گونه ویروس است؟ این سوال است که امروز با این سوال مشاور سازمان عمومی جهانی تندرستی در جمهوری تاجیکستان آقای آرش علایی جواب خواهد گفت. استاد عزیز میگوید که این ویروس چی گونه ویروس است و از ویروس 2 سال قبل یعنی کووید 19 چه فرقیتی دارد؟ در صورت رعایت نکردن طلبات‌های بهداشتی که از جانب طبیبان داده می شود پیوسته به ساکنان رعایت کردن نشود کدام پیامدهایی را در پی دارد؟ عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم. باید توجه داشته باشیم که در جهان الان کماکان ما چرخش ویروس بیماری کووید 19 را داریم. در بعضی ناحیه‌ها و کشورها هنوز دلتا ویروس نمود دلتا را داریم و پهن‌شوی ویروس اومیکرون در بسیاری از کشورها آغاز شده و باعث شده که بیشتر ما وایه اومیکرون اشتم نو یا نمود نو ویروس را ببینیم. آنچه که برای بینندگان محترم مهم است این است که نه وابسته به این که این نوع ویروس دلتا باشد یا اومیکرون باید چه کارها انجام بدهیم و چگونه گمانبر بشویم که بیماریم یا نه. خیلی مهم است که شهروندان محترم، همزبانان گرامی من توجه داشته باشند که بیشتر نشانه ها مشخص شده است که با گلودرد، با حس زکام یعنی گرفته شدن بینی، آبریزش از بینی، بدن درد این ویروس را می‌بینیم و ما می‌دانیم حتی بعد از اومیکرون ما نمودهای نو داریم که ویروس آنفولانزا و ویروس کرونا با هم نمود نو ایجاد شدن، ویروس دلتا و ویروس اومیکرون با هم نمود نو ایجاد کردن. به این سبب باید شهروندان عزیز خیلی توجه داشته باشند. هر گونه گلودردی که با تسب یا بلند شدن حرارت بدن باشد یا با بدن درد و بیحالی و بیمداری باشد، چه سرفه باشد چه نه وابسته به اینکه سرفه هست یا نه، گمانبری کنند که به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. استاد عزیز تشکر زیاد. در صورت آن همین نشانه های شما گفته در اینجا قید کردید برای تماشابینان، در صورت پیدا کردن آن همین نشانه ها در بدن انسانیت یا انسان ها چی باید کنند در این برای پیشگیری؟ در مد اول بینندگان عزیز باید توجه داشته باشند که ما در طب در ساحه سلامت عمومی اول نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم این است که هیچ کس بیمار نشود. به این سبب بحث پیشگیری رو داریم. پیشگیری خوشبختانه در حال حاضر با توجه به اینکه معلومات ما بسیار پوره هست بعد از 2 سال به 2 حالت صورت میگیرد. یک، زدن نقاب و از آنجایی که ویروس های نو بسیار تیز پهن می شوند حتما باید شهروندان 2 نقاب بزنند. 2، در کنارش فاصله اجتماعی یا دیستانسیون را نه کمتر از 1.5 متر رعایت کنند. شستن دست ها و خصوصا در این زمان زمستان باز کردن تریزه ها، پنجره ها و درها برای وجود هوای تازه. این یک نمود پیشگیری. نمود دوم این است که خوشبختانه ما می‌بینیم که در شهری مثل دوشنبه پوشش واکسیناسیون شخصانی که واکسن زدند بسیار فراگیر بوده است، ولی آنهایی که واکسن نزدند حتما باید هر چه زودتر بروند و واکسن بزنند. در کنار زدن واکسن که باعث تقویت مسئولیت بدن می شود، وقتی که ما نقاب بزنیم حتی اگر این بیماری را بگیریم بسیار بسیار ملایم میگیریم. شاید شهروندان محترم دیده باشند که در این روزها تعداد افرادی که بیمار شده است زیاد شده، ولی ما فوت یا بستری شدن در بیمارستان را کمتر داشته باشیم. این سببش زدن 2 وایه واکسن بوده است. به این خاطر خواهشی که من دارم برای پیشگیری حتما نقاب بزنید، چون اگر حتی ما واکسن زده باشیم وقتی که بیمار حتی اگر ملایم هم بگذرانیم ما میدانیم بیماری کووید 19 عارضه دارد، عارضه های بلند مدت دارد. به این سبب نباید بگذاریم بیمار شویم. ولی سوالی که شهروندان همیشه میپرسن این است که اگر شخصی این نشانه ها را داشت، یعنی گلودرد داشت، بدن درد داشت، حرارت بدنش بلند بود، بی حال و بی مدار بود، چه کار باید بکند؟ یکم باید در یک خانه علاهده بماند و دقت کند که علاقهش با سایر اعضای عائله و دوستان بسته شود، نباشد، به خاطر اینکه این ویروس بسیار تیز پهن می شود. پس یکم ایزوله شدن یا جدا شدن از اهالی، در یک خانه ماندن. 2، در خانه‌ای که میماند دائما به صورت مداوم تریزه ها را باز کند، پنجره ها را باز کند که هوای تازه بیاید. 3،
فقط درمان نشانه‌ای، نیازی به آنتیبیوتیک نیست، نیازی به اکل کردن یا تزریق آنتیبیوتیک نیست. فقط اگر سرفه دارد داروهای ضد سرفه، اگر حرارت بدن بلند است داروهای ضد حرارت بدن و حتما با پزشک عائلوی خود در تماس باشد. تشکر زیاد استاد. بیاید درباره واکسن گفتید، کمی درباره ماهیت واکسن ها میگفتید. سوالی که خیلی اهالی از من میپرسن این است که میپرسن ما شخصانی را میشناسیم که 2 وای واکسن گرفتند و بیمار شدند. آیا این سوال از لحاظ علمی درست است یا نه؟ ما باید بدانیم، شهروندان عزیز، همزبانان تاجیک من باید بدانند که ما تا به امروز یگان واکسن که بتواند 100% پیشگیری کند از بیماری را نداریم. بیشترین ثمره‌ناکی واکسن ها بعد از 2 وای تزریق بیشتر از 70% نیست، پستر از 70%. پس اگر 100 نفر واکسن بزنند ما در 30 نفر از آنها میتوانیم بیماری را ببینیم. ولی پس چرا واکسن میزنیم؟ به این سبب آن 30 نفری هم که گرفتار میشوند در بین آنها 17 مراتب فوت کمتر شده است. امروز ما میدانیم در دنیا بیش از 10 میلیارد وایه واکسن زده شده است و معلومات ما بسیار پور است. معلومات نشان میدهد که شخصانی که واکسن زده اند می توانند 30 وابسته به نوع واکسن، نمود واکسن و یا زمانی که واکسن زدن 30 تا 40% گرفتار بشوند. ولی اگر گرفتار می شوند بیماری در آنها شدید نخواهد بود و یا اگر هم شدید باشد فوت 17 مراتب پستر شده است. این دستاوردی است که ما همیشه توصیه می‌کنیم و خود ما پزشکان در صف اول بوده ایم برای دریافت واکسن و توصیه به زدن واکسن. خیلی دیگر سوال می‌کنند که آیا واکسن زدن باعث عارضه می‌شود؟ ما باید بدانیم در طب، در پزشکی ما وقتی که دارویی را می‌دهیم یا واکسنی را می‌دهیم می‌بینیم که عارضه‌ها آیا خطرناکند یا نه و 2 آیا منفعتی که شخص میبرد بیشتر از عارضه هست یا نه. در زدن واکسن میتواند عارضه های بسیار ملایمی ایجاد بشود، مثل اینکه در بعضی افراد در محلی که واکسن میزنند درد ایجاد میشود یا سرخی ایجاد میشود یا برای چند روز میتوانند آنها تب کنند یا بیحال باشند. ولی هیچ کدام از این عارضه ها خطر آفرین نیست. تنها موضوعی که در بعضی واکسن ها ایجاد می شود می تواند در هر 4 میلیون نفر 1 تا 2 نفر دچار عارضه های شدید بشود. با توجه به جمعیت 10 میلیونی تاجیکستان اگر ما فرض کنیم که این 10 میلیون نفر واکسن نزنند و بیماری کووید بگیرند میدانیم که 100 تا 300 هزار نفر می تواند فوت بدهد. ولی اگر واکسن بزنند به سبب واکسن ما نگرانیم که چه می شود. جواب علم این است. مردم شریف تاجیکستان شما در طول تاریخ به علم باور داشته اید نه به خرافات. جواب علم این است 17 مراتب فوت کمتر شده است، 17 تا 20 مراتب شدید بودن بیماری کمتر شده است و این ثمره واکسن است. لطفاً اگر واکسن نزدید هر چه زودتر هر چه سریعتر مراجعه کنید. کارمندان ساحه طب در خدمت شما هستند برای ارائه واکسن. 2 مرتبه که بیماری سیاتی کووید 19 بقای گرفتن شون محض در فصل سرما بقای گرفته میشود. از نگاه شما میفتید که آیا تغییریابی فصل میتواند به خروج این بیماری مساعدت کند؟ سپاسگزارم از این سوالی که مطرح شده است. من این سوال را در 3 قسم جواب میدهم. 1. آیا شخصی که 1 مرتبه بیماری کووید را گرفته است میتواند برای بار دوم، سوم، چهارم بیماری را بگیرد؟ جواب بله. پس این باید نگاه کنند شهروندان محترم، بی‌پروا نباشند. برای اینکه من بعضی وقتا میبینم شخصی میگه من 1 بار گرفتم یا نصیب. این نصیب نیست، این یک ویروسی است، یک فکتی است که علمی است و ما میدانیم اگر رعایت نکنیم بیمار میشویم. برای 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار مرتب میتواند بیمار بشود. 2. آیا شخصی که به بیماری گرفتار میشود می تواند برای چندمین بار این بیماری در او خطرناک باشد؟ بله. پس باز هم ما باید بدانیم که این نیست که ما بگیم اگر 1 بار بیماری را ملایم گرفته ایم بار بعدی را هم ملایم میگیریم. نه، می تواند بار بعدی خطرناک باشد. اینها نکته هایی است که ما توجه باید بکنیم. سوالتون دیگه؟ سوال این که استاد ببینید که علاقه 2 مرتبه بیماری وقتی بخیر زمستان. نکته دیگری که ما میبینیم این است که نکته دیگری که بسیار مهم است این است که
چرا ما در فصل زمستان بعضی وقتا موج‌ها را زیاد می‌بینیم؟ آیا این به هوای زمستان وابسته است؟ مطالعه زیادی انجام شده است و نشان داده است که این ویروس از گرمترین نقطه جهان تا خنکترین نقطه جهان بیماری ایجاد می‌کند و وابسته به هوای بیرون نیست. لیکن چه می شود که ما این را بیشتر در زمستان می بینیم؟ به خاطر اینکه در فصل زمستان ما در و پنجره ها را می بندیم، هوای درون اتاق ها را گرم می کنیم و این باعث می شود که هوای تازه وارد خانگی ها نشود و این باعث پهن شدن ویروس می شود. به این سبب است که خیلی مهم است هوای زمستان، هوای سرد یا خنک بیماری را ایجاد نمی کند، بلکه باعث می شود وقتی که اتاق ها را می بندیم، خانه ها را می بندیم، هوا در آنجا محبس می شود، هوای تازه وارد نمی شود، مقدار ویروس در آن خانگی ها زیاد می شود و ما را بیمار می کند. توصیه من این است که از هوای خنک نترسید، حتما تریزه ها را باز کنید. اگر در مشروطه ها، اتوبوس ها، در اتومبیل های خود هستید، حتما تریزه های ماشین ها را باز کنید، بگذارید هوای تازه وارد این ماشین ها، اتوبوس ها یا خانه ها بشود و خصوصا ما می‌دانیم که هفته دیگر مکتب ها باز می شود. برای معلمین و کودکان توصیه دارم که در مکتب ها، در دانشگاه ها حتما تریزه ها و درها را باز کنند و خیلی رعایت کنند. نکته‌ای که ما می‌بینیم این است که می‌دانیم این ویروس بسیار در کودک ها بیشتر پهن شده است و باید مادرها و پدرهای گرامی، مادران عزیز و پدران گرامی توجه داشته باشند که اگر کودکای آنها نشانه های زکامی، بیحالی، بیمداری دارد، حتما گمانبری به کووید داشته باشند و نگاه بین کنند از کودکشان و نگذارند برای نه کمتر از 10 روز به مکتب نرود کودک، در خانه بماند. راجع به همون نفرانی که امروز در کوچه‌های شهر دوشنبه می‌بینیم که گشت و گذار میکنن بین نقاب، چی گفتنی هست؟ در 2 سال گذشته بیماری کووید 19 خیلی از کشورها را دچار مشکلات فراوانی کرد، هم از لحاظ سلامتی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی. خوشبختانه با تدابیری که حکومت تاجیکستان و مردم شریف تاجیکستان انجام دادند، با استفاده از نگاه بین کردن علم و قبول کردن دستورات علمی، در 2 سال گذشته به خوبی این مراحل را گذراندن و می‌بینیم که نتیجهش این بود که تاجیکستان یکی از کشورهای نمونه هست. لیکن اگر اهالی بی‌محابا باشند و فریب این ویروس حیله‌کار و زیرک را بخورند، چون بسیار ویروس کرونا فریبکار است و انسانها را فریب می‌دهد. چرا؟ برای اینکه افراد فکر میکنن دیگر ویروس دیگر نیست و افراد فکر میکنن دیگر نباید نقاب بزنند، بی‌پروا میشوند و باعث میشوند که فرصت ایجاد بشود به ویروس از یک شخص به شخص دیگر منتقل بشود. اگر رعایت نکنند اهالی، اگر نقاب نزنند، فاصله اجتماعی را رعایت نکنند، هوای تازه را نگذارند بیاید، ویروس رفته از خودش را قوی تر کرده است. نمود نوع ویروس اومیکرون و پیوند اومیکرون با دلتا بسیار تیز پهن می شود. چرا؟ چون ویروس متوجه شده است انسانها خودشان را مقاوم کردند با واکسن زدن، او رفته از خودش را قوی تر کرده است. پس نتیجه میخوام بگیرم، اهالی محترم واهمه نداشته باشید، اهالی محترم تشویش نداشته باشید، ولی نکته‌ای که اینجا هست، رعایت مسائل پیشگیری را بکنید، هوشیار باشید. اگر هوشیار نباشید ویروس به سرعت پهن خواهد شد. این بود صحبت سریراهی ما با مشاور سازمان عمومی جهانی تندرستی در جمهوری تاجیکستان استاد آرش علایی. هر توصیه که از جانب عالمان ساحه طب داده می شود تنها به خاطر سالمی ما و شما است. خیر، برنامه‌های دیگری ما ادامه دارد. حتما در برنامه‌های آینده تیب نیوز ما کوشش میکنیم که باز با استاد آرش علایی سر موضوع بیماری سیریتی کووید 19 از جمله نوع آن اومیکرون صحبتی داشته باشیم. بار دیگر استاد عزیز سپاس برای دعوت ما را قبول نمودند. سلامت باشید.